اگر شیرینی بامیه دلت رو میزنه، این بار به روش دیگچه بدون شهد امتحانش کن. آب، شکر، نمک، وانیل و کره رو میذاریم رو حرارت ملایم تا کره آب بشه. آرد رو به یک بار اضافه و رو حرارت ملایم مرتب به مدت 10 دقیقه داغ بزنید. این مرحله تو بافت بامیه خیلی تأثیر میذاره. اگر با حوصله و دقت انجام بشه، بامیه ترد میشه. بعد از اینکه خمیر خنک شد، تخم مرغ‌ها رو دونه دونه اضافه و خوب هم میزنید. اگر قیف و ماسوره ندارید، میتونید از یه بطری آب معدنی کوچیک استفاده کنید. در بطری رو مثل تصویر با ماژیک خط کشی کنید و با کاتر خیلی آروم جدا کنید. حالا خمیر رو بذارید داخل بطری و به این شکل پایپ کنید و بهش شکل بدید. داخل روغن داغ با حرارت ملایم سرخ کنید. بعد از سرد شدن میتونید روی این بامیه‌های ترد و خوشمزه